پیغمبر عیسی که پیش از پیغمبر ما مبعوث شدن به یک مردم پیغمبر شدن که در علم طب ترقی کرده بودن و وقتی که معجزهشان با علم طب که آمدن مردم در حیرت گذاشتن. مثلا برای یک درست کردن بیماری پس چقدر سالها با گیاه ها پوست رو می سوزانیدند و مهنت میکردند و کوشش میکردند طبیبا، بالاخره در مدت 20 سال یا 40 سال اون پوست کمتر رنگش دیگر میشد، خرسند میشدن که یعنی که طب ما نتیجه داد گفتن. یا به کلها طبابت ها میگذارندن موی میبرآمد. حضرت عیسی آمدند همین کل با دستشان یک مسح میکردن کل موی میبرآورد در حال. پنس با دستشان مسح میکردن در حال درست میشد. مسیح عیسی گفته شدن بنابراین مسیح از کلمه مسح، یا مسح میکردن در حال طبابت میشد. چقدر که پیامبر صلی الله علیه و آله به چشم حضرت علی توف کردن از آب دهان مبارکشان که در حال درست شد و بهترینی دو چشمش شد.